ما که سالیان سال از پس دردها و زخمهایمان زنده مانده ایم و از خاکستر خود برخاسته ایم، ما که هر روز و هر لحظه برای ذره‌ای نور و زندگی جنگیده ایم، روزهای خوبمان نیز خواهد آمد. سلام، صدای ما رو از پادکست آپامه میشنوید و این 5مین قسمت از فصل اول آپامه هست که همراهتون هستیم. خوشحالیم که تا الان تونستیم با این چند قسمت همراهتون باشیم. توی این مسیر برای آماده شدن هر کدوم از این اپیزودها ساعتها بررسی و مطالعه داشتیم و با دنیای هر کدوم از این داستانها روزها و لحظه ها زندگی کردیم. در هر یک از اپیزودهای آپامه با رفتن به سراغ یک داستان کوتاه از یک نویسنده معاصر، دریچه‌ای به نگاه، جهانبینی و تجربیات اون نویسنده پیرامون اتفاقات و زندگی و تجربه‌های اون نسل و مردمی که توی اون زمان زندگی می‌کردند باز کردیم. داستان مردمی که هر روز در عین فقر با خرافه و سنت‌های عجیب و غریب با زندگی دست و پنجه نرم می‌کردند. و همینطور نگاه تلخ و گزنده نویسنده که سراغ بخشی از این ماجراها و شخصیت‌ها رفته و با دریچه‌ای هر چند کوچک بخشی از این روایت‌ها رو بازتاب میده. شاید همین نگاه تلخ و گزنده و همین زخم‌ها و دردهای تکرار شونده است که باعث زایش و زنده شدن و رشد هر روز ما و سرزمین کهنمون میشه. و باز هم کنکاش در همین دردها و پیدا کردن علت ناکامی هاست که نوری خواهد شد به سوی روشنایی. این قسمت از آپامه رو تقدیم می‌کنیم به همه اونایی که راه رشد و تعالی رو ابتدا از درون خودشون آغاز کردند. دردها و زخم‌هاشون رو پیدا کردند و با جسارت آنچه هستند رو پذیرفتند. و هر روز و هر لحظه در مسیر تغییر زندگی خودشون و اطرافیانشون گام برداشتند و تغییر کردند. فراموش نکنید که بودن شما و شنیدن هر کدوم از اپیزودها و فیدبک هایی که میدید سرمایه بزرگ ماست که برای بهتر شدن در این مسیر همراهمون هست و کمکمون میکنه. یادتون باشه که ما رو در اپلیکیشن محبوب شنوتو، کست باکس، گوگل پادکست، فیدیبو و دیگر اپ‌های پادگیر بشنوید و دنبال کنید. در اینستاگرام و تلگرام آپامه همراهمون باشید و حتما نظرات ارزشمندتون رو با همون به اشتراک بذارید. این اپیزود دوست اثر صادق چوبک. من و فریدون همدیگر رو تو دانشکده افسری شناختیم. یعنی تو همون ساعت اول ورودمون که سرگروهبان ما رو تو آسایشگاه به خط کرد و حرف زد، من و فریدون بغل هم ایستاده بودیم و هنوز لباس غیر نظامی تنمون بود و هر دومون دانشجوی احتیاط بودیم. اولین جمله‌ای که از گلوی سرگروهبان بیرون اومد به گوش ما نامفهوم و زننده بود و از همه بدتر این که سوم شخص خطاب می‌کرد. اون فریاد زد: گوش کنن. بچه‌ها به همدیگه نگاه کردن. شاید این جمله به گوش بعضیا مضحک هم اومد و شاید سرگروهبان تو صورت یکی از بچه‌ها پوزخندی هم دیده بود. برای همین بود که تو همون لحظه اول و بعد از گوش کنن گربه در حجله کشته شد و صورت سرگروهبان رنگ شاهتوت شد و چاک دهنشو باز کرد. مردکی هم مال پدر سوخته. اگه خیال کردی اینجا خونه این ننته که هر گویی که دلت بخواد بخوری، واقعا که باید خیلی خر باشی. دیپلم هستی برای خودتی.
لیسانسه و دکتر هستی، تو این 4 دیواری که رسیدی باید لیسانستو بذاری دم کوزه آبشو بخوری. اینجا رو بهش میگن سربازخونه. اگه بخوای او رو اطوار بیای چوب میکنن تو اون چه نبترت که دستات شق وایسه. مثل آدم دارم باهات حرف میزنم، نیشه تو واز میکنی؟ حالا خوب گوشاشونو وا کنن. زندگی سویل و خوردن و خوابیدن و سگ زدن خدا بیامرزدش. اون ماما رو لولو برد. خیلی زود جای دوست و دشمن رو یاد میگیرین. هنوز نشاشیدین، شب درازه. خیالتون تخت باشه. اینجا سرزمینیه که ایمون فلک رفته به باد. حالا گوش کنن. بعد از اونی که از اینجا مرخص شدن میرن دفتر. اونجا یه لیستی هست که از روش مینویسن که چه چیزایی باید با خودشون بیارن. کفش و کلاه و دولت میده. باقیش رو باید خودشون تهیه کنن. ملافه و روبالشی هم باید بیارن. حالا واسه این که یه خورده حالشون جا بیاد، کراواتاشون رو واز کنن و کف این خوابگاه رو از اون بالا گرفته تا پایین دم در بروفن. وای به حال کسی که یه ذره گرد و خاک از زیر دستش در بره. حالا زود باشن. فوری نگاه فریدون تو چشم من افتاد و دستاش برای باز کردن گره کراواتش بالا رفت. صف کج و کله‌ای که بسته بودیم به هم خورده بود و همه داشتن با کراواتاشون ور می‌رفتن. فریدون کراواتشو باز کرد و اونو به من نشون داد و آروم گفت: این سلکاست. همین 2 هفته پیش تو پاریس خریدمش 1000 فرانک. زنم برام خرید. خیلی دوستش داره. کراوات خوشگلی بود. یه چیزی از پر طاووس توش داشت. وضع جا خورده و بیچارش دلمو سوزوند. من گفتم: سود بذارش تو جیبت. این کراوات من یزدیه. همش 7000 میارزه. بگیر با این پاک کن. کراواتو تو مشتش گذاشتم و خودم رفتم پیش سرگروهبان که داشت با یه لیسانسیه معقول کلنجار میرفت. و تا اونجا که میشد تو لباس غیر نظامی خبردار وایسادم و گفتم: سرکار، من کراوات ندارم. میشه با دستمال پاک کنم؟ برگشت و به تندی نگام کرد و گفت: تو هم شاگرد شنگول و منگولی؟ این هم کراوات نداره. خیلی خوب. هر غلطی میخوای بکن. تو بدم بمیرو بدم. برگشتم پیش فریدون. هنوز کراوات من تو دستش بود. بازوشو گرفتم و اونو گوشه سالن بردم و آروم در گوشش گفتم: درست شد. بعد هر دومون زانوامونو به زمین زدیم و موزاییکای خاکستری خاکالود رو پاک کردیم. این اولین برخورد و آشنایی ما بود که بعد تو مدت کمی به یه دوستی قرص و محکم کشید. چون همقد بودیم تو خوابگاه و صف هم پیش هم بودیم. 1-2 هفته نگذشته بود که همه حرفامون رو به هم زده بودیم. من میدونستم که اون از خانواده پایینی بود و خوب درس خونده و دیپلمشو گرفته بود. بعد با شاگردای اعزامی به خرج دولت رفته بود پاریس. اونجا رشته کشاورزی خونده و 1 سال قبل از گرفتن لیسانسش پنهانی از اداره سرپرستی همونجا با دختری که دوست می‌داشته عروسی کرده. و حالا با زنش به ایران برگشته و برای اینکه زود کاری بگیره 60 تومنم رشوه داده بود که اونو به نظام ببرن. و حالا اومده بود که افسر بشه و حقوقش از 7010 شایی به 47 تومن و 5000 برسه. بچه خوبی بود. 25 سالش بود. کمرو و با شرم. شیله پیله تو کارش نبود. راستگو بود و زنشو به حد پرستش دوست می داشت. اما وضع مالیش خوب نبود. زنشو گذاشته بود تو یه مؤسسه فرنگی ماشین نویسی می کرد. ماهی 40 تومن حقوق داشت. این سال 1317 بود که 40 تومن برای خودش پولی بود. یه اتاقم براش تو کوچه سزاوار گرفته بود با ماهی 20 تومن. اون وقت با 20 تومن دیگه هم باید خورد و خوراک و رخت و پخت زن تامین می شد و هم مخارج خود فریدون تو دانشکده. مثل حمام و سلمونی هفتگی، تعمیر کفش سربازی، خرید فرنچ و شلوار و پالتو، کاسکت و کوکارد و چکمه برای روزای مرخصی، آمور برای برق انداختن قلاب کمر و تکمه‌های برنجی و نخ پرک برای منظم کردن تخت خوابا. و از این جور چیزا که هر هفته هم یه چیز تازه بهشون اضافه میشد. هیچ وقت ندیدم بتونه یه چای خالی از قهوه خونه دانشکده بخره. همیشه به همون چای ناهارخوری دانشکده که تو بشکه آهنی 200 لیتری دم می‌کردند و مزه آبزیپو میداد و نونای کپک زده سربازی قناعت می‌کرد. اصلا غرورش هم نمیذاشت که با جیب خالی دور و بر قهوه خونه دانشکده که همه جور خورد و خوراک توش میفروختن پرسه بزنه. ما خیلی با هم دوست شدیم.
تو صف، تو خوابگاه و حتی تو کلاس درس و آمفی‌تئاتر و راهپیمایی‌ها با هم بودیم. گروهان ما 100 تا دانشجو داشت که همه دیپلمه و لیسانسه و دکتر بودن. اما این فریدون یه چیز دیگه بود. من خیلی دوستش داشتم. اون همیشه از 2 نفر برای من حرف میزد. یکی از زنش لوسی و یکی دیگه از دوست دوران تحصیلش کریم. و طوری درباره این دوست غلو میکرد که باعث حسادت من میشد. حکایت دوستی نبود، برادری بود. اینقدر از کریم پیش من تعریف کرده بود که دیگه خسته شده بودم. هر چی میکرد یاد اون میافتاد و هر جا میرفتیم به یاد اون بود. از بس راجبش حرف زده بود میدونستم که بچه تاجر بود که به خرج خودش تو پاریس درس میخونده و با فریدون همونجا دوست شده بود. آخرش خود اونو هم به من نشون داد و یه شب جمعه با لوسی 4 تایی خونه اون شام خوردیم. خونه بزرگ قدیمی سازی تو خیابون ری داشت که عروسی و گوشواره و حوض فوار سنگی و حوض خونه کاشه‌کاری و اتاق آینه‌کاری، اتاق قاپوچی و درای نقاشی و در کوچه سنگین کلوندار و گل میخدار داشت. خود کریم هم جوون خوبی بود. من ازش خوشم اومد. پیدا بود سر سفره پدرش بزرگ شده. کتاب خونده بود. فیس و افاده نداشت و خیلی از تازه به دوران رسیده ها دور بود. وقتی که من خودش و خونه زندگیش و سفره رنگین و راحتیشو دیدم، بیشتر حسودیم شد. اون همه چیز داشت و ما هیچی نداشتیم. حتی تونسته بود از خدمت نظام هم شونه خالی کنه. خونه داشت، پدر و مادر خوب داشت. یه دونه بود، فرشای خوب داشت. ظرفای کهنه و قیمتی داشت. یه سرویس 24 نفره یه ظرف مرغی بی عیب و نقص تو جعبه آینه ناهارخوریشون چیده بود که چشمو خیره می‌کرد. حتی قاشق ماسخوری و شربتخوری هم از سرویس بود. پرده‌های کلفت مخمل آتیشی با شراب‌های زردوزی و مبل و صندلی ساخت چین. نوروزی‌های صورتشایی و بارفتن و مجسمه‌های مفرق و مرمر و پیانوی بزرگ. خونه اونو مثل یه موزه دیدنی درآورده بود. یه چلچراغ بلور با کارا از وسط سقف اتاق پذیرایی آویزون بود که فقط اسمش چلچراغ بود. شاید 200-300 شاخه داشت. همون شب اول که به خونه اون رفتم، از دیدن تجمل خونش چنان خودم و کوچیک و ناچیز دیدم که حس کردم اصلا اومدن من به این دنیا کار بیهوده‌ای بود. و اگه سادگی و بی‌افادگی کریم نبود، اون شب از زور دستپاچگی و ندید بدیدی حتما 1-2 تا از اون جام‌های بلور سور رو که پر از شراب بود رو روی سفره واژگون می‌کردم و با ریختن چند تا قاشق قرمه سبزی سفره سفید دستدوزی شده رو برای همیشه کثیف می‌کردم. با همه اینا منم از کریم خوشم اومد و خواهان دوستیش بودم. از اون به بعد دیگه کریم برام غریبه نبود و با فریدون هر دومون با هم از اون حرف می‌زدیم. و اصلا تعجب نمی‌کردم وقتی فریدون به من میگفت که تو پاریس کریم خیلی بهش کمک کرده و همیشه زیر بغلشو میگرفته. اما کریم مثل این که دیگه علاقه‌ای به دیدن من نشون نمیداد. 2-3 ماه از اون شام گذشته بود و فقط یه بار سراغ منو از اون گرفته بود. اون دیگه منو فراموش کرده بود. بی‌اعتنایی کریم به من و تعریفای هر روزی که فریدون از اون میکرد منو آزار میداد. فریدون تمام روزای تعطیلو با اون میگذروند. به راحتی برام میگفت که مثلا چه مهمونی رقصی تو خونه کریم برپا بوده و چه مهرویانی اونجا بودن و چه شام باشکوهی داده بود. یا مثلا اون و لوسی با پاکارد قشنگ کریم روز جمعه به پیکنیک رفته بودن و چقدر خوش گذشته بود. اما وقتی کلاهمو که با خودم قاضی میکردم میدیدم کریم حق داره که به من بی‌اعتنایی کنه. آخه من به چه درد اون میخوردم؟ اون کجا و من کجا؟ زمین تا آسمون با هم فرق داشتیم. اما این دلیل نمیشد که کینه ای از اون به دل نگیرم. درسته که اون با من خصومتی نداشت، اما دوست اون که بودم. حتما فریدون هم از من پیش اون تعریف کرده بود. قطعا به او گفته بود که تنها دوستش تو دانشکده من بودم و 1000 جور جورشو میکشیدم. اگه جزئیات دوستی منو برای اون نگفته بود، حتما داستان اون روز که من اون گذشت بی‌نظیر رو درباره اون کرده بودم و به خاطر اینکه اون از دیدن زنش محروم نمونه، تقصیر اونو به گردن گرفتم و یه شب و روز جمعه سرگروهبان منو به جای اون توقیف کرده و کیشیک گذاشت که برای کریم گفته بود. پس چرا کریم منو نادیده میگرفت و به جا نمی آورد و به دیدن من رغبتی نشون نمیداد؟ این بود که دیگه وقتی فریدون از اون حرف میزد ناراحت میشدم و شاید 1-2 بار هم با حرف تو حرف آوردن بیمیلی خودمو نشون دادم. اما روز به روز محبت فریدون به من بیشتر میشد و منم واقعا دوستش داشتم. یه دوستی بیچشم داشت و جوان مردانه بین اون بود.
هر دومون فکر می‌کردیم که این دوستی تا آخر عمر ادامه پیدا می‌کنه. برای زندگی بعد از نظام نقشه‌ها داشتیم و آرزوهای خودمون رو برای هم می‌گفتیم. یه روز هم با هم پیکنیک رفتیم امیرآباد. اون روزا امیرآباد دور از شهر بود و استخر قشنگی هم داشت. از شهر پیاده راه افتادیم و خورد و خوراکمون رو تو کیف گذاشتیم و حتی یه گرامافون کلمبیای کوکی کیفی و چند تا صفحه رو هم به دوش گرفتیم و خودمون رو پای استخر رسوندیم. من و فریدون که به راهپیمایی عادت داشتیم خستگی رو نفهمیدیم، اما لوسی خسته شده بود. پاییز قشنگی بود و تازه برگریزون شروع شده بود. آفتاب ولرمی که مزه آفتاب روزای اول بهار رو میداد میتابید. بساطو کنار استخر پهن کردیم و آتیشی روشن کردیم و آبی برای قهوه جوشوندیم و خوراکی‌ها رو روی سفره روی زمین ولو کردیم و مشغول خوردن شدیم. اون روز بود که من واقعاً به زیبایی لوسی پی بردم. دختر خیلی خوشگلی بود به سن 19 سال. مثل بیشتر زنای فرنگی با موهای بور سیر و چشمای کبود و پوست لطیف. چشماش گیرایی چشمای زنای شرقی رو داشت. بلند قد بود، اونطور که 2/3 بلندی قدش از پاهاش بود تا کمرش و 1/3 از کمر به بالا. لب‌های کلفت برآمده و بینی خیلی ظریفی داشت. 4 ماهی که از خدمت ما گذشت سردوشی گرفتیم. دیگه به چم و خم و فوت و فن کارهای سربازی آشنا شده بودیم. هر وقت که میشد قاچاق میشدیم. یخلا میگشتیم. تا اونجا که میشد تلاش میکردیم ببینیم ولی دیده نشیم. ولی فریدون همونطور دست با چلفتی و پخمه بود که بود. تا قاچاق میشد زود مشتش واز میشد. زیاد تنبیه و توقیف میشد. توقیف روزای تعطیل از مرگ براش بدتر بود. میخواست هر جوری شده جمعه رو با زنش بگذرونه. بارها فرمانده گروهان پیش چشم همه به اون بد و بیرا گفته بود و خفیف و کنفتش کرده بود و گفته بود حتما گروهبان میشه و افسر نمیشه. دلم خیلی براش میسوخت اما سودی نداشت. دیماه سردی بود و برف سنگینی روی زمین نشسته بود. ما عملیات صحرایی داشتیم اما همه میگفتن عملیات نیست و به جاش قراره تو کلاس اسلحه شناسی داشته باشیم. تازه آش داغی که پر از نخود و لوبیای چیتی و همه جور بنشن بود خورده بودیم و خدا میکردیم که به عملیات نریم که یه دفعه سرگروهبان نره کشید. تجهیزات کامل بپوشن و تا 10 دقیقه دیگه جلوی گروهان آماده باشن. این یعنی عملیات صحرایی سر جاشه. وقتی از دانشکده بیرون اومدیم فرمانده گروهان که سوار اسب بود به ما قدم آهسته داد. همیشه کارش همین بود. میگفت وقتی از در دانشکده برای عملیات بیرون میریم باید محکم و آماده و جدی باشیم و وقتی هم برمیگردیم هر قدر عملیات سخت بوده باشه باید با همون محکمی موقعی باشیم که از دانشکده بیرون اومدیم. اما امروز مدت قدم آهسته خیلی طولانی بود. نمیدونم چطور بود. شاید عده‌ای از سرما قوز کرده بودن و فرمانده گروهان عصبانی شده بود و از در دانشکده تا دم کافه بلدیه ما رو قدم آهسته برد. دیگه تنمون خیس عرق بود. بعد راحت باش داد و با قدم راهپیمایی راه میرفتیم. فریدون برخلاف همیشه اون روز کیفور بود. وقتی که راحت باش دادن به من گفت امروز آخر دسامبر و میگن امشب اونایی که زن فرنگی دارن میرن خونهشون. اگه راست باشه خیلی خوبه. آدم یه شبم از این خراب شده بیرون بخوابه خودش خیلی ارزش داره. اگه لوسی منو ببینه خیلی ذوق میکنه، باورش نمیشه. بعد برام حرف زد و گفت من کشاورزی خوندم که بیام اینجا یه مزرعه نمونه تو کرج بسازم و میوه و سبزیکاری و مرغ و خروس را بندازم. حالا هم همین خیالو دارم. نمیدونی چقدر لذت داره که آدم صبح از صدای گاو و گوسفندا و مرغ و خروسای توی مزرعه چشاشو واز کنه. من زندگی با حیوونا رو بیشتر از زندگی با آدما دوست دارم. اون وقت بیا و درآمدو ببین. هر جمعه دعوتت میکنم بیای مزرعه. اتومبیل شخصی خودم رو میفرستم دنبالت که بیا بالا. بعد از من پرسید من میخوام چی کار کنم. یه لحظه فکر کردم دستش بندازم. این قدم آهسته‌ای لعنتی کفرمو در آورده بود. گفتم ای بابا تو هم دلت خوشه. مرغ و خروس فروشی هم شد کار. من میخوام یه کاباره باز کنم مثل آستوریا. خودم میرم فرنگستون و زنای خوشگل با خودم ور میدارم میارم اینجا. هم فال و هم تماشا. هم خودم شکم سیری از عزا در میارم. هم دیگرون به لفت و لیسی میرسن. اون وقت میبینی چجوری دستم به عرب و عجم بند میشه. فکرشو بکن. آدم یه 2 جین دختر اتریشی رو برداره بیاره اینجا. باور کن همه جا جاتو و همه جا حکم تو میخونن.
اون وقت بیا و درآمد و مقام و تماشا کن. بیچاره میخواد بره سبزی فروشی و تخم مرغ فروشی واکنه که هر روز گرفتار امنیه و آژان بشه. فکرشو بکن. بهترین خوراکا رو میخورم و بهترین زنا رو تو بغلم میگیرم. اون وقت به من چه؟ خواهر و مادر من که نیستن. هر کاری دلشون خواست بکنن. هر کاری بکنن به نفع منه. زهر کجا که شود کشته سود اسلامه. حالا چه روزیه دارم بهت میگم. به شرط این که بیای پیش من بگی رفیق میخوان مالیات زیادی ازم بگیرن. اون وقت من یه تلفن میزنم که اصلا ازت مالیات نگیرن. حالا فهمیدی؟ فریدون حرف منو جدی گرفت. بغ کرد و ساکت شد. بعد نگاه بیم خورده‌ای بهم کرد و گفت نه. اگه از گشنگی بمیرم هم این کارو نمی کنم. این کارا هم به تو نمیاد، تو هم نکن. بعد هر دومون خندیدیم. از که برگشتیم دانشکده چه افتاده بود که اونایی که زن فرنگی دارن شب میرن خونه مرخصی. این خبر دهن به دهن میگشت و شامگاه که برای نیایش جمع شدیم چندین بار تایید و تکذیب شد. اونایی که زن فرنگی داشتن و خیلی از دانشجوهای احتیاط بودن که زن فرنگی داشتن سر شامگاه گوش به زنگ بودن تا شاید فرمانده گردان احتیاط این مژده غیر منتظره رو بازگو کنه. اما شامگاه تموم شد و ما به کلاس‌های درس رفتیم و خبری نشد. حال فریدون معلوم بود. از صبح تا شب هی خوشحال میشد، هی ناراحت میشد. آرزویی بالاتر از این نداشت که شب اول سال رو با زنش بگذرونه. سر کلاس وقتی که فرمانده گروهان داشت راجع به حرکت جوخه ها حرف میزد و طرز حرکت اونا رو موقع حمله توضیح میداد، شنیدم فریدون آروم زیر لب غر میزد. من باید اینجا وقتم رو پای این مزخرفات سطحی غاز تلف کنم و زن بدبخت من که سال اولش تو این خراب شده اومده تک و تنهاست و تو کورکنج خونه بمونه. فریاد فرمانده گروهان بلند شد. اون درازگوش عمال اونجا چی میگه زر میزنه؟ یعنی شما تحصیل کرده این؟ خاک بر سرتون. و تو هستم فریدون گوساله. جمعه توقیفی. فهمیدی اولاق؟ منشی گروهان. بگو جمعه بذارنش کشیک. و اون روز وسط هفته بود و فریدون جمعهش رو باخته بود. هم من برزخ شدم و هم فریدون آتیش گرفت. مدت کلاس هم 2 ساعت بود. و اصلا نمیشد از دلش بیرون آورد. میدونستم که این 2 ساعت خونشو میخوره و جرأت دم زدن نداشت. داشتیم برای خواب حاضر میشدیم. منتظر شیپور خاموش بودیم که سرگروهبان وارد آسایشگاه شد و داد زد. گوش کنن. اونایی که خانم فرنگی دارن تا فردا پیش از شیپور خبر مرخصن. بی صدا چمدوناشونو وردارن بیان اینجا اسمشونو بنویسن برن. اما اینو باید بدونن که صبح زود پیش از شیپور خبر باید اینجا حاضر باشن. بین دانشجوها ولوله افتاد. 9 نفر تو گروهان ما بودن که زن فرنگی داشتن و همگی توی چشم هم زدن حاضر یراق پیش سرگروهبان زنوزی ما صف کشیدن. اونم تونتون اسم اونا رو یادداشت میکرد تا به فریدون رسید و توی روی اون ماهرخ رفت و گفت تو که توقیفی. کجا؟ فریدون بدبخت دستاشو بالا گذاشت و با لب لرزون گفت سرکار، من برای جمعه توقیفم. امشب که سرگروهبان نذاش حرفشو تموم کنه. گفت اینو باید از سرکار صدوان بپرسم. تو دفتره. بیا پایین اگر گفت برو. مثل اینکه راستی دلش برای فریدون و اون گردن باریک و صورت رنگ پریده‌ای که زیر کاسکتش معطل مونده بود سوخته بود. دیگه فریدون به خوابگاه بر نگشت و منشی گروهان به ما خبر داد که سرکار صدوان اجازه داده بود بره. من خیلی خوشحال شدم. هرچند تخت خوابش خالی مونده بود و من از دوریش دلگیر شده بودم. این اولین شبی بود که می‌دیدم تخت خوابش خالیه. اصلاً مثل این که همیشه اون تخت خواب خالی بوده و کسی روش نمیخوابیده. جوری اونو از خودم دور می‌دیدم که انگار هیچ وقت اونو نشناخته بودم. هر شب بعد شیپور خاموش و قبل از خواب به شکرانه در اومدن از لباس سربازی و به شادی 7-8 ساعت خواب شوخی‌های بامزه‌ای با هم داشتیم. سال دومی‌ها و افسرها و حرف‌ها و حرکاتشون رو دست مینداختیم. فلان سال دومی به یک دانشجوی احتیاط که دکتر ریاضی بود گفته بود عرض و طول خوابگاه رسته مهندسی مخابرات رو با چوب کبریت اندازه بگیره و نتیجه رو بهش گزارش بده. اون دکتر ریاضی بدبخت گریش گرفته بود. یا مثلا فریدون میگفت اینا خودشون حمال راست راستی هستن و به ما میگن حمال.
هی میگن موقع قدم آهسته باید پاتو تا کمر رفیق جلویت بالا بیاری. آخه برای چی؟ مگه ما میخوایم کنکن برقصیم؟ از اون روزی که من داستان قاچاق شدن خودم رو تو قهوه خونه آسیاب گاومیشی براش تعریف کرده بودم، دیگه من قطب او شده بودم. منو مثل مرشد خودش ستایش میکرد. داستان این بود که ما رو یه روز قبل از ظهر برای عملیات صحرایی به حوالی آسیاب گاومیشی برده بودم. و بعد از اینکه سرکار ستوان شرح کشافی درباره اهمیت موضع گرفتن افراد توضیح داد، گفت: حالا در این خط جبه موضع بگیرید، اما نه خیال کنید که اونجا باید بخوابید. من خودم میام بالای سر یکی یکیتون. اگه رو خط و رأس باشین یا خوابیده باشین، پوست از کلتون میکنم. سرکار ستوان اینو گفت و ما متفرق شدیم. اتفاقا من نزدیک قهوه خونه یه چای کور رو گیر آوردم و رفتم توش قایم شدم. یعنی رو شکم خوابیدم و سرمو تا لب خاکای دوروبر حلقه چاه بالا کشیدم. جلومو نگاه کردم. کلامو هم از سرم در آوردم که مثلا دشمن سر و کلمو نبینه. اتفاقا من اولین کسی بودم که سرکار ستوان اومد بالای سرم. منم جدی و حق به جانب، همونطور که دستم رو قنداق تفنگم که بغل دست راستم رو زمین افتاده بود گذاشته بودم، به جلگه روبروم نگاه می‌کردم. سرکار ستوان اومد دید من درست درازکش کردم. گفت: خوبه. بعد گفت: روبرو چی میبینی؟ اون دورا یه خرسوار میگذشت. من بدون اون که به سرکار ستوان نگاه کنم گفتم: یک سوار. گفت: باریکلا. یه نوبت از کشیک معافی. خودت به سرگروبان بگو. اون وقت اسبشو سوار شد و رفت برای بازدید منطقه. من از خوشحالی با دمم گردو میشکستم. وقتی سرکار ستوان پشت کرد و رفت، اتفاقا شاگرد قهوه‌چی برای برداشتن آب از جوب خوشگلی که پای حلقه چاه میگذشت اومد. من ازش پرسیدم: خوردنی مردنی چی داری؟ گفت: دیزی. گفتم: خوبه؟ گفت: عالیه. گفتم: ببین یواشکی گوشتو میکوبی و با پیاز فراوون میپیچی لای یه سنگک میاری. آبش هم پیشکشه. چند میشه؟ گفت: 30 شاهی. اما چون آبشو نمیخوای 1 قرون. گفتم: اینم 1 قرون و زود باش ببینم. وقتی اولین لقمه نون گوشت کوبیده رو تو دهنم گذاشتم، هنوز سرکار ستوان خیلی زیاد دور نشده بود. اون سوار اسب بود و من خیلی خوب میدیدمش کجاست. خیلی راحت همه سنگک رو با گوشت کوبیده ها خوردم. بعد به قهوه‌چی که خیلی دور نبود اشاره کردم و گفتم: میتونی یه بس تریاک حسابی به چسبونی و با یه چای قند پهلو برام بیاری؟ گفت: چرا نمیتونم؟ هنوز سرکار ستوان آخر خط منطقش نرسیده بود که من کلک 2 بس تریاک و 2 تا چای دبش رو کنده بودم و لول و کیفور داشتم جلگه خالی و آروم جلوم رو نگاه میکردم. و چون دیدم هنوز 1 ساعتی مونده تا عملیات تموم شه و به دانشگاه برگردیم، دونکیشوت سروانس رو که به تازگی جای فاستکوته گرفته بودم از تو کوله پشتیم بیرون آوردم و نگاهی به صفحه اون و نگاهی به اندام سواره سرکار ستوان که اون دورا با بچه‌ها کلنجار میرفت شروع به خوندن کردم. اینا رو که همون شب به فریدون گفتم اول باور نکرد. اما چون بوی تریاک رو از دهنم شنید دهنش از تعجب باز موند و گفت: اگه بفهمن اعدامت میکنن. و راست میگفت. خیلی بد میشد. اما آخه آدم ضعیف و بی دست و پا چجوری میتونه نفرت خودشو به دستگاهی نشون بده؟ حتما راههایی وجود داره. این کار منم یه راهش بود. منم مثل همه احتیاطها رنج میکشیدم و دل پری داشتم. به هر حال جای فریدون تو خوابگاه و بغل تخت خواب من خالی بود. شیپور خاموشی رو زدن و من و فریدون که هر شب 1000 دوز و کلک سوار میکردیم که بعد از شیپور خاموشی خاموش نباشیم، امشب من تنها بودم و تا خاموشی زده شد رفتم زیر پتو و گرفتم خوابیدم. نفهمیدم چه وقت شب بود که حس کردم یکی روی تخت خواب فریدون افتاد. اول گمونم به نوبتچی رفت. اما آخه نوبتچی چرا؟ اون که خودش تخت خواب داره. کیشیکش که تموم بشه میره رو تخت خواب خودش راحت میگیره میخوابه. چشمامو که باز کردم خود فریدون رو دیدم که با لباس رو تخت خوابش افتاده. نیمخیز رو آرنجم تکیه کردم و خوب نگاش کردم. صورتش مثل مرده رنگ پریده بود و خیره به سقف نگاه میکرد. حتما سرکار ستوان نذاشته بود بره خونش و منشی گروهبان به ما دروغ گفته بود. آروم ازش پرسیدم: پس چرا برگشتی؟ دیگه مگه اجازت نداد؟ چرا؟
پس چرا نرفتی؟ دیگه چیه؟ حرف بزن. تاریکی به نور رقیق ماه که تو خوابگاه ول شده بود سنگینی میکرد و اون همچنان تو سقف خیره نگاه میکرد. من فکرم به جایی نمیرسید. اونم هیچ وقت به من اینجور بی‌اعتنایی نکرده بود. مثل این که با من قهر بود. حتی روشو به طرف من بر نگردوند. دوباره آروم بهش گفتم آخه چته؟ یه چیزی بگو. چرا نرفتی؟ چیزی نیست. حالا این چه جور خوابیدنه؟ پاشو لباستو در بیار. مگه ساعت چنده؟ نمیدونم. عجیب بود که نمیخواست حرف بزنه و منم خواب از سرم پریده بود. واقعا برزخ شده بودم. اما حس کردم حالش غیر طبیعیه. مثل این که مست بود. آروم ناله میکرد. از تو رخت خوابم بیرون اومدم و لبه تخت نشستم. تمام عضلات صورتش متشنج بود. یهو بغضش ترکید و با حق حق گفت با کریم لختور تو رخت خواب بود. لوسی تو رخت خواب خود من با کریم. مثل این که همه خون بدن منو با تلمبه کشیدن و جاش آب یخ ول دادن. سرم گیج رفت و اتاق ولنگ و واز خوابگاه پیش چشمام زیر و رو شد. هیچ کلمه‌ای به زبونم نگشت. دلم هم نمیخواست چیزی بگم. نوبتچی به همون نزدیک شد و آروم گفت بخوابی. ساعت 1. ممکن افسر نگهبان برای گشت بیاد. بخوابی. صدای ما رو از پادکست آپامه میشنوید. از اینکه این اپیزود هم با ما همراه بودید ازتون بسیار سپاسگزاریم. ما هر ماه با یک داستان جذاب و شنیدنی با شما همراه هستیم. فراموش نکنید که ما رو در اپلیکیشن محبوب شنوتو، کست باکس، گوگل پادکست، فیدیبو و دیگر اپ‌های پادگیر بشنوید و دنبال کنید. خوشحال میشیم در تلگرام و اینستاگرام آپامه با ما همراه باشید و از همه مهمتر اینکه نظرات ارزشمندتون رو در مورد موضوع و اجرای داستان‌ها با ما به اشتراک بذارید. تا قسمت بعدی خیلی زیاد مراقب خودتون باشید.